الان دقیقاً روی خط استوا ایستادیم. خط زردی که اینجا تو حومه شهر کامپالا تو کشور اوگاندا داریم میبینیم دقیقاً خط استواست. خط استوا خطی هستش که خورشید دقیقاً بهش عمود میتابه. توی خط استوا همیشه ما 12 ساعت شب داریم، 12 ساعت روز داریم. تو خط استوا ما روزهامون کوتاه نمیشه، شبها کوتاه نمیشه، کوتاه و بلند نمیشه. تمام سال تقریبا یک وضعیت آب و هوا داره، حالا به غیر از زمانهایی که بارون میادش و فصل خشک هستش. تغییر دمای هوا فقط با بارون باریدن یا بارون نباریدن در فصول مختلف و یک ویژگی خاص مغناطیسی داره. الان منو که میبینید من یک پام پای راستم تو نیمکره شمالی زمینه، پای چپم تو نیمکره جنوبی زمین و یک اتفاق در واقع مغناطیسی الکترومغناطیسی روی خط استوا داره میفته. دوستان یه سوال میکنم ازتون، وقتی که تو سینک خونه تو ایران که هستیم، سینک خونه رو مثلا یه موقع دارید میشورید، آب میریزید تو سینک خونه، بعد ور میدارید میبینید آب میره پایین، آب شروع میکنه چرخیدن که میره پایین دیگه. به چه سمتی میچرخه؟ کسی میتونه تجسم کنه یادش بیاد؟ در نیمکره شمالی هستیم و ببینیم که چه اتفاقی داره میافته. در جهت عقربه های ساعت داره اینا میره پایین. از محمد حسین درست میگفت، جهت عقربه های ساعت. از تو شمال که ما هستیم در جهت عقربه های ساعت آب میچرخه میره پایین. حالا ما تو ایران همیشه تو نیمکره شمالی هستیم، اروپا، آمریکای شمالی، هند، پاکستان، چین، همه اینا این اتفاق توشون میفته. خب اونجا نیمکره شمالی بود، اونور الان اومدیم نیمکره جنوبی ببینیم چه اتفاقی میفته تو نیمکره جنوبی زمین. الان دیگه ما اومدیم جایی که برزیل هست، جایی که آفریقای جنوبی هست، آرژانتین هست، ونزوئلا هست، استرالیا هست و ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. الان شد خلاف عقربه‌های ساعت. از اینجا تا قطب جنوب که بریم آب همینجوری میره پایین. خب ما نیمکره شمالی رو رفتیم، نیمکره جنوبی رو هم رفتیم، حالا اومدیم دقیقاً رو خط استوا. من اینجا یه پام روی خط نیمکره شمالی، یه پام نیمکره جنوبیه، خودم رو خط استوا وایسادم. ببینیم چه اتفاقی میفته. 13 countries close by the equator. Yes. 7 in Africa. 13 on the equator, 7 in Africa. هیچ نچرخید، نه خلاف عقربه‌های ساعت نه در جهت عقربه‌های ساعت، صاف رفت پایین.